مکتب مکانی است که اولین قدمی هر یکی ما سوی معرفت از همین درگاه گذاشته می شود. همین باعث مکتب برای ما مکان است و مسکن است بسیار عزیز و مقدس و معتبر. امروز در تدبیرهای ختمی مکتب و هم تدبیر عنعنوی صاحبی ختم کنندگان برآمدهای ادبی بدی آماده ساخته درباره مکتب و استاد شعر و سرودها خواندند و به حاضران جشنهای عیدانه برنامه خود را اهدا کردند. از استاد اولین تا استاد ثانی در شعرهای خوانندگان ترنم کرده شد. باید گفت که امسال تدبیرهای مذکور تماما در شکل نو و از روی ترتیب نو گذرانیده شدند. تدبیر امساله انجام سال تحصیل تحت شعار مکتبی من خانه من شده گذشت. بخشیده به انجام سال تحصیل 2018-2019 در مکتب رقم یکم ناحیه با اشتراک بواسطه حاکم ناحیه فرخ الصرف تدبیر زنگ آخر دایر گردید. حاکم ناحیه تمام خوانندگان مکتب را به مناسبت انجام سال تحصیل 2018 و 2019 تبریک نموده قید کرد که تعطیل تابستانه دوام سال تحصیل است و برای خوانندگان ما در آرامگاه و محفل ها گشاده می شوند. در دوام تعطیل مذکور ما باید به بلند شدن دانش های خود موفق گردیم و نوگانی ها را حاکم به اهل تدبیر در همان جا آشکار ساخت. در ناحیه برای خوانندگان مکتب و جوانان آرامگاه بنیاد شده ایستاده است که برای آن میلیاردها مبلغ از بودجه دولت جدا کرده شده است. در رفت تدبیر مذکور به خوانندگان بهترین مکتب از روی نامیناسی‌های گوناگون تحفه و مکافات و افتخارنامه ها تقدیم کرده شدند. خوانندگان نیز در تدبیر برآمد کرده عاید مکتب، آموزگار و دوران زیبای طلبگی شعر و ترانه‌خوانی کردند. امروز باشد ما مکتب را ختم کرده ایستاده ایم. ما از این ختم کنی خیلی غمگین شده ایم برای آنکه ما 11 سال در این مکتب از استادهای خودمان سبق گرفته، نوشتن، خواندن، رسم کشیدن، جمعی آموزش های حیاتی را یاد گرفته بودیم. خیلی غمناک شده ایستاده ایم. من امتحان های دولتی را تمام کرده و دانشگاه عالی دولتی فرغانه خودم داخل شدن را به فاکولته زبان و ادبیات تاجیکی فیلولوژی فرغانه داخل شدن را میخواهم. به همه خواهش میکنم که ختم کنندگان جمعی مملکت ما به دانشکده های عالی داخل شده صاحب یک کسب گردیده و مملکت ما نفع آوردگی فرزندها شده به کمال رسیدنشان را خواهشمندم. در مکتب رقم 16 دهه اونبره نیز به مناسبت زنگ آخر تدبیر دایر گردید. در دایره 5 تشبث نیز خوانندگان صاحب استعداد مکتب اعضایان محفل ها در تدبیر زنگ آخر برآمد کرده طبع اهل تدبیر را خوشنود ساختند. در این روز نکو در مکتب مذکور گوشه خاطره و افتخار نیز مورد استفاده قرار گرفت. در زیر شعار مکتب من خانه من زنگ آخرین در مکتب ما گذرانده شد. برای تدبیر در سویه بلند با کیفیت بلند خوانندگان و اشتراکچیان گذرانده شد. در همین قطار یک جایه در با یاری حامیان عمرف خلیلجان و نعمت‌الله هبت‌الله ما گوشه خاطره و افتخار تشکیل کرده بودیم. امروز گشاده شوی همین تدبیر هم میباشد. من در اساس قرار پرزیدنت 2019 مارس 5 تشبث توگرک‌ها تشکیل کرده شده. قوقرچاق تئاترش، تنیس، من حاضر شما میبینید چهارچلیک توگرکی تشکیل کرده شده، دوزندگی توگرک تشکیل کرده شده، تنیسچیان، شахмат، بدی کتابخانه و سپورتچیان، من حاضر والیبال گروهش و بدی گیمناستیکش شاید همین میشن. شما ما هم در حرکت کرده همین چیزا تشکیل کرده، نه که همش عملی. در رفت تدبیر معلوم همان گشت که در این درگاه خوانندگان صاحب استعداد به شمار بوده. آنها در محفل‌های مختلف که در دایره 5 تشبث در مکتب مذکور براه مانده شدند اشتراک نموده سر و اسرار صنعت، موسیقی، ورزش، کتابخانه، دوزندگی و پزندگی را می آموزند. خصوصا به ساحه صنعت شوق و هوس خوانندگان این مکتب خیلی بلند است. بینندگان عزیز، الحال ما در مکتب رقم 16 دهه اونبره قرار داریم و در اینجا در دایره 5 تشبث تدبیر خیلی مهم شده گذشت و تفصیلات های تدبیر را البته در برنامه‌های آینده به حکم شما حواله میکنیم و الحال به شما استعداد، مهارت اعضایان محفل رباب و دایره مکتب را نمایش میدهیم. پیش از آنها خودشان را شناس میکنند. مرحمت. ما در مکتب ما خودتون رو شناس میدم. من تخسن علیف الیاس. در مکتب ما محفل دایره و رباب است. من در محفل دایره و رباب همین چیزها را یاد گرفتم. همین یاد گرفته خودم را به شما نشان میدیم. مرحمت.
مورد اعتراف و افتخار است که ناحیه دوردست سوخ تا رفع آباد می‌گردد و با برابر آن حیات مردم نیز در حیات اجتماعی و اقتصادی مردم ناحیه واقعا دیگرگونی‌های کلی به عمل آمده که این همه به منفعت خلق نگرانده شده است. به سبب رهبری دولت غایه انسان‌پرورانه خلق به اداره‌های دولتی برای خلق خدمت می‌کند را به عمل تطبیق ننمود. به همین خاطر امروز به ناحیه گروه کاری تحت رهبری جانشین حاکم ولایت فیض الله قاسمов تشریف فرموده که مقصد اساسی تشریف رشد ساحه‌های اجتماعی اقتصادی در ناحیه میباشد. به همین خاطر در تالار مجلس‌های حاکمیت ناحیه با اشتراک رهبران کارخانه و تشکیلات‌ها، رئیسان محله‌ها جمع آمد برگزار گردید و در آن مسائل بالای مورد محاکمه قرار گرفت. معاون حاکم ولایت به سخن برآمده دایر به برد و باخت ساحه‌های مختلف ناحیه اظهار اندیشه کرد. قید نمود که سوخ با وجود ناحیه دوردست بودنش در پیش نظر حکومت و سروری دولت است. سوخ را از جهت اقتصادی و هم اجتماعی رواج دادن یکی از طلبات مهمترین به شمار می رود. چون آگاه هستید رهبری دولت 19 مارس سال جاری در ویدیو سلکتر به عمل جاری نمودن 5 تشبث مهم را که پر را به منفعت مردم نگرانده شده است علاوه ذکر کرده بود و امروز بهره به عمل تطبیق نمودن 5 تشبث در ناحیه ما نیز کارهای نظررس اجرا می‌گردند اما کمبودی ها نیز به نظر می‌رسند. در جمع آمد مسئله های 5 تشبث و برد و باخت کارهای در این سمت به عمل تطبیق نموده محاکمه گردید. به گروه کاری و دیگر مسئولان دخلدار وظیفه های مشخص داده شد. گروه کاری از روی وظیفه های معین شده به کار خود آغاز کرد. واقعا در سالهای آخر در کشور ما در راه آبادی دیار و منفعت مردم کارهای نظررس اجرا گردیده و با یک سخنگویم در زیر همه اصلاحات فقط دو چیز می‌خوابد. چون در بالا گفتیم منفعت خلق و آبادی دیار. مقصد تشریف گروه کاری نیز به ناحیه این دو چیز را به عمل پر را تطبیق نمودن است. میگویند کتاب از دانش و دانش از خوانش است. البته به کتاب به دست آوردن دانش امری محال است. در خصوص مطالعه کتاب بسیار پند و اندرس ها به میان آمدند که مقصد آنها ترغیب کتابخوانی و به این وسیله افزون نمودن دانش می باشد. انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. گفتن شاعر نیز البته به سبب نیست. یا در حدیث پیامبر هم تاکید گردیده است که از گهواره تا قبر علم آموز. علم و دانش آموختن این نشانه انسان‌های فاضل می باشد و امروزها برای کتابخوانان درهای همه کتابخانه‌های مکتبی و بیرون از آن باز است. در ناحیه صف کتابخانه‌هایی که سن و سالشان میانه و یا کلان سال هستند کمتر به نظر می رسند. اکثریت کتابخوانان خوانندگان کتاب‌های میانه و لیسه و کالج‌ها می باشند. باعث اعتراف و افتخار است که سالهای آخر در مملکت ما برای بلند برداشتن مدنیت کتابخانه اعتبار جدی ظاهر می گردد و این امروزها نتیجه خوب می دهد. خصوصاً با مکافات‌های گرانبها تقدیرانیده شدن غالبان آزمون جمهوریوی کتابخوان جوان شوق و هوس جوانان را به مطالعه کتاب‌های بدیعی زیاد نموده ایستاده است. به همین خاطر امروز در ناحیه ما قسمت ناحیوی آزمون کتابخوان جوان در بینای لیسه اکادمی با تشبث تشکیلات اتفاق جوانان شده گذشت و این آزمون 3 روز دوام خواهد کرد. در آزمون از همه مؤسسه‌های تعلیمی کتابخوانان جوان اشتراک نمودند. در آزمون خوانندگان تست سپاریدند و سوالها عاید کتاب‌های بدیعی مؤلف و قهرمانان آنها بود. نوع ریسپوبلیکوی کتابخوانان جوان تیار دیده استودیم. تیار خیلی خوب تشکیل کرده شده است. شرایط ها خیلی فراهم آورده شده. باور داریم جوانان سوخمون هم در عمل طلاب با موفقیت اشتراک کرده در زینه های آینده با موفقیت اشتراک میکنند. امروز در زینه یکم 1000 نفر خوانندگان اشتراک میکنند. یکم طایفه از 10 ساله تا 14 ساله، دیم طایفه پگاه شده میگذرد از 15 ساله تا 19 ساله، بعد از وی از 20 ساله تا 30 ساله گذرانده بشه. مال و ثروت انتها دارد اما کتاب نه. واقعا کتاب خزینه است که هیچگاه به اتمام نمی رسد. کتاب منبع دانش است و شخص کتابخوان در حیات البته موفق خواهد شد. آزمون کتابخوان جوان در ناحیه‌مان طوری که گفتیم 3 روز دوام می‌کند و ما از جریان آن به شما پیوسته معلومات خواهیم داد. در عرفیت میگویند که در خانه‌ای که پیر نیست تدبیر نیست و در حقیقت پدر و بابایانمان شخصیتان خاندان قوت دل فرزندان و راهنمای زندگی هر یک ما میباشند. هر کلام آنها، هر پند و نصیحت پیران روزگار در بخت و سعادت را برای فرزندان می‌گشاید. بنابراین به پیر مرو که در بیمانه هر چند که سکندر زمانی گفتن گذشتگان نیز البته به سبب نیست.
اعتبار حکومت ریسپوبلیک ازبکستان به مستفیدان و نورانیان نیز روز به روز می افزاید و می ارزد که آنها همیشه صدرنشین هر محفل و جماعت ها باشند. طوری که آگاه هستید در همه شهر و ناحیه های کشورمان خزینه نورانیان عمل می کند و این دلالت از آن است که نورانیان ما همیشه در اعتبار و اعتراف و احترام خلق و دولت می باشند. دیروز به ناحیه رهبر خزینه نورانیان ولایت تاپوالده خالدارов تشریف فرمود و او در باغ مدنیت و استراحتی ناحیه با نورانیان و فعالان ناحیه واخوری کرد. طوری که مهمان ذکر نمود، امروزها در جامعه ما دوره نوی اصلاحات آغاز گردیده است و توسط برنامه استراتژی حرکت‌ها برای سالهای 2017 2021 در همه ساحه‌های زندگی اصلاحات به عمل برآورده می شود و مقصد همه این در زیر آسمان مصفای وطن نگاه داشتن آسایشتگی، آبادی و فراوانی خلق می باشد. Mana biz bugun So'x tumaniga bir ajoyib kunlarda, aziz kunlarda Ramazon oyini 12-kunida kelishga jazm qildik. Men hozir buvijonlar maktablarining vakillari bilan o'tirib suhbat o'tkazdim. So'xga kelmaganimga ancha bo'lgan edi. So'xni ko'rib arang tanidim. Chunki shu keyingi bir yil davomida amalga oshirilgan ishlar, o'tgan yili sel bo'lganda keluvdim-da. Shundan buyon amalga oshirilgan ishlarning o'zi hali panja yetmaydigan darajada ko'p bo'libdi. Bu muhtaram prezidentimizni dono siyosatlari, viloyatimiz hokimi, hukumatimizni xalqimizga ko'rsatayotgan g'amxo'rligini mevasi deb bilaman. Chunki hozir har bitta tuman, har bitta shahar o'zini o'zi obod qilish imkoniyatiga ega bo'lganligi mana shundan dalolat berib turibdi. Biz So'xga kirib kelishda shu keyingi 6-7 oyda amalga oshirilgan ishlarni ko'rib hayratga tushdik. Mana So'xning markazida keng, ravon, yorug' ko'chalar barpo bo'ldi. Bir vaqtlar shu men So'xni 54-55-yillardan buyon yaxshi bilaman. Shu bozorining atrofida to'la ot, to'la eshak baylarliq turardi. Hozir bugun shanba kuni bo'lganligi uchun arang yo'l topib o'tib keldik. Shu bozorda yurgan odamlarni agar 1000 ta desak, qo'yib qo'ygan mashina 2000 tadan ortiqqa o'xshaydi-da, shunchalik ko'p. Bu ham xalqimizning moddiy farovonligini ko'tarilganidan dalolat beradi. Muhtaram prezidentimiz kuni kecha tashrif buyurdilar viloyatimizga. So'xda amalga oshirilayotgan ishlar ham mana shu ijtimoiy iqtisodiy rivojlanish dasturidagi belgilangan ishlardan bittasi. So'xda qurilgan ishlab chiqarish korxonalari, bu yerdagi odamlarni ish bilan ta'minlash sohasidagi amalga oshirilgan ishlar, nuroniylarga ko'rsatilayotgan e'tibor, qishloq xo'jaligidagi rivojlanishlar, bu hammasi mustaqillikning ne'mati muhtaram prezidentimizning keyingi 2 yil davomida amalga oshirayotgan bir ajoyib rahbarliklari tufayli deb bilaman. Endi So'xliklar men uchun juda yaqin. So'x bir jannat makon, diyor, tog'ning ustida yaratgan egam bir ajoyib bir o'lka, ajoyib insonlarni, bandalarini shatga bir nasib qilgan yashashga. Bularga mana shu aziz kunlarda ishlarida omad, o'zlarini farzandlarini orzu havasini ko'rib, shularni to'g'ri tarbiya qilib yashashlarini, yana nima tilash mumkin? Shu mustaqillik berayotgan buyuk ne'matlardan unumli va oqilona foydalanib yashashlarini, qariyalarni hurmat qilishlarini, yoshlarimizni albatta o'qishlari, muhtaram prezidentimiz mana 5 ta tashabbus: san'atga qiziqtirish ularni, ikkinchi sportga qiziqtirish, uchinchisi kompyuter texnologiyalariga qiziqtirish, to'rtinchisi kitobxonlikka qiziqtirish, beshinchisi mana ayollarimizni ish bilan ta'minlash. Mana shu 5 ala tashabbusni hammasini So'xliklar albatta ko'tarinki ruh bilan amalga oshirsalar, hech ham xato qilishmaydi. Chunki xalqimizda bir dono fikr bor, zulmatlik bu jaholat demakdir. Jaholat esa doim musibat keltiradi deydi. Nima uchun zulmatlik? Zulmatlik kitob o'qimagan odamni zulmatda qoladi.
kitob o'qimagan odam hech narsani bilmaydi. O'shaning uchun yoshlarimizga ko'proq kitob o'qishni o'rgatsak, agar san'atga qiziqadigan bo'lsa, albatta san'atga yo'naltirsak, ular kompyuter texnologiyalariga qiziqadigan bo'lsa, mana hozir shunaqa zamonda yashayapmizki, kompyuter texnologiyalaridan samarali foydalanish, uni hamma tomonini emas, yomon tomonini tashlagan holda yaxshi tomonidan foydalanish, sportga qiziqqan bu farzandlarimizni sportchilar bo'lishida ko'maklashishimiz kerak. Men so'xliklarga yaxshi bir kayfiyat, Ramazon oyini yaxshi yakunlab, hayitlarni yaxshi kutib olib, mana 1-iyun umumxalq bolalar kuni bo'ladi. Bolalar kunini yaxshi kutib olib, yana bugungi biz mana shu siz bilan suhbat qilayotgan joy yaqindagina barpo bo'lgan istirohat bog'ida biz shu suhbatni tashkilladik. Mana qarangda farzandlarimiz mana bundaqa charxpalaylarda maza qilib, dam olib, o'ynab, fontanlarning atrofida yursa, mana bu ayvonchalar, yaratilgan sharoitlar, bu albatta juda katta amalga oshirilayotgan ishlarning darakchisi. سوخ با وجود از مرکز در کنار بودنش همیشه در پیش نظر حکومت و سروری دولت است. سالهای اخیر در یک ناحیه کوچک دیگرگونی‌های بی‌مثل به عمل آمده که در نتیجه آن کوچه و گذرها آباد می‌گردند و حیات مردم باشد از آن هم آبادتر. معماها آهسته آهسته برهم می‌یابند و حس رضایت از سیاست کنونی را از چهره مردم سوخ برعلا احساس می‌کنیم. رهبر نورانیان ولایت به حدود سکتور یکم نیز تشریف فرموده با نورانیان واخوری کرد. پس آن به خاندان پیران برجامانده ناحیه‌مان رفته از حال آنها خبر گرفت و به آنها تحفه‌های خزینه مذکور را تقدیم نمود که از این گونه اعتبار و اعتراف و احترام دل آنها لبریز شادی و فرح گشت. واقعا دل همه این پیران روزگار بهر خوشبختی و خوشروزگاری فرزندان و نبیرگان و همه ما در تپیش است. در غم فردای سوخ و فرزندان آن عمر باقی خیش را سپری می کنند و تمنای یگانه آنها یکی بود که این هم باشد پیش از همه آسایش وطن، آبادی دیار و فراوانی روزگار. آنها گشته و برگشته سپاسمندی خود را اظهار می داشتند و شکرگزاری از روزگار آسایشته کرده در چارسوی زندگی به جوانان راه سفید تمنا می داشتند. دستی دعا برای آبادی و فراوانی فردای وطن و جامعه ازبکستان می بردارند. الها این دعای فاتحه موسفیدان برنادل و خدا ترس و بهار اجابت گردد. از فیض هستی این نورانیان خاندان هر یکی امان پر نور باشد. رهبر نورانیان ولایت دیگرگونی ها و آبادگری های سوخ را دیده با یک جهان خرسندی به مرکز ولایت برگشت. معلوم همگان است که رهبری دولت بهر بلند برداشتن معنویت جوانان و مضمونناک تشکیل کردن وقت خالگی آنها با 5 تشبث مهم اساس گذاشت. در دایره تشبث یک چند کارهای به مردم خصوصا به جوانان نفع آور عملی می‌گردند. از جمله در ناحیه سوخی ما نیز در حدود سکتور سیوم که رهبریش در ذمه سرور شعبه کارهای داخلی ناحیه میباشد، انیخترش در دبستان رقم 14 برای به عمل جاری نمودن 5 تشبث مهم رهبری دولت تدبیر خیلی جالب دایر گردید و در آن رهبران دخلدار، آموزگاران و دیرکتوران مکتب‌های ناحیه اشتراک کردند. رهبران سکتورهای ناحیه تحت رهبری حاکم ناحیه نیز در تدبیر شرکت ورزیدند و به سخن برآمده عاید 5 تشبث مهم به درجه سیاست دولت اعتراف گشتن مسئله جوانان در ازبکستان اظهار اندیشه کردند. پس آن خوانندگان مکتب از روی بندهای 5 تشبث برآمد کرده اقتدار و استعداد خویش را نمایش دادند. در رفت تدبیر معلوم امان گشت که واقعا در این دبستان شماره خوانندگان اقتدارناک و صاحب استعداد بیشمار است. طوری که آگاه هستید 5 تشبث مهم سرور دولت پر را به منفعت جوانان نگرانده شده است و بهر به عمل تطبیق نمودن این 5 تشبث در ناحیه ما نیز کارهای نظررس به عمل تطبیق می‌گردند، خصوصا در حدود سکتور سوم. رهبری این سکتور طوری که گفته گذاشتیم در ذمه سرور شعبه کارهای داخلی ناحیه می باشد و الحال ما در مکتب رقم 14 قرار داریم و در اینجا در دایره 5 تشبث محفل های مختلف براه مانده شدند و یکی از شرط های اولین یعنی قسم های اولین 5 تشبث این برای افزون گردانیدن شوق جوانان به موسیقی، رسامی، ادبیات، تئاتر و دیگر نمودهای صنعت و کشف استعدادهای نو نگرانده شده است و اینجا الحال اعضایان محفل رسامان جوان مکتب به صورتکشی اشتغال دارند
و ما حالا با آنها صحبتمان را میپیوندیم. خودتان را شناس میکردید؟ اولا بار السلام علیکم. من خواننده صنف 7B تحصیل گیرنده مکتب رقم 14 کریمزاده شایسته‌خان می باشم. من از خردی ذوق و شوق زیاد به همین صنعت که تصویری می باشد ذوق و شوق زیاد داشتم و رحمت به استادم که صنعت تصویری معلمشان این حکیم جان و مراد جان می باشد با آنها تشکر زیاد. شما از آن کس سر و اسرار همین صورتکشی را آموختید؟ بله، من همین رسم کشی را دوست می داشتم، لیکن باز غیر از این به ساحه متماتیک را هم دوست می دارم و در همین آزمون المپیادوی اشتراک کرده جای سوم را گرفتم. صورت چی را کشیدید؟ می‌خواستید همین را شرح میدادید؟ صورتی ناتیورمارت که در مکتب ما آزمون رسامان جوان تشکیل شد با آن من اشتراک کردم. می خواهم جای اول را گیرم در این آزمون. در آینده باز چه مقصدها دارید؟ من می خواهم در آینده معلم صنعت تصویری شوم و در همین باره رسم کشیدم. رحمت، سلامت باشید. بینندگان عزیز، در دایره 5 تشبث در اینجا دیگر محفل ها نیز طوری که گفتیم براه مانده شدند و الحال شما را به محفل های دیگری مکتب شناس میکنیم. در دایره تشبث در داخل مکتب محفل‌های پزندگی، دوزندگی، هنرمندی براه مانده شدند که در آن خوانندگان مکتب اشتراک کرده سر و اسرار کسب‌های بالایی را می‌آموزند. در مکتب برای رواج دادن ساحه ورزش نیز اعتبار علاهیده داده می‌شود. ورزشکاران دبستان از روی نمودهای مختلف ورزش مهارت خویش را به حاضران نشان دادند و آن پسند همگان شد. برای رواج دادن ساحه صنعت، جلب نمودن جوانان به مطالعه کتاب‌های بدیعی در مکتب کارهای نظررس به سامان رسانیده شده است که این را از برآمد خوانندگان مکتب برعلا احساس کرده ممکن بود. در تدبیر به خوانندگان فعال، صاحب استعداد، حامیان مکتب و محله تحفه و افتخارنامه‌های مخصوص را حاکم ناحیه و رهبران سکتورها تقدیم نمودند. میتوان گفت که تشکیل چنین تدبیرها در کشف استعدادهای نو عامل مهم می‌گردد. در مراسم گشاده‌شوی باغچه مذکور حاکم ناحیه فرخ اوسرف، جانشین حاکم ولایت فیض‌الله قاسمов و موسفیدان دهه اشتراک نموده از باغچه نوبنیاد دیدن کردند. حاکم ناحیه و معاون حاکم ولایت به سخن برآمده قید نمودند که آینده از باغچه سر می شود. این غایه انسان پرورانه رهبر دولت در ناحیه‌های دوردست نیز دامن فراخ نموده به عمل ثمرناک تطبیق می گردد. خصوصا در سالهای آخر باغچه‌های نو و زمانوی بنیاد گردیده و مورد استفاده قرار می گیرند که این در راضی نمودن اهالی دهات از سیاست
کنونی عامل مهم می‌گردد، زیرا در ناحیه ما نیز باغچه‌های بچگانه به طلب زمان جوابگو نبوده باعث اعتراض پدر و مادران می‌گشت. من ندار چگه خودم از من بیان میکنم، من ندارم ما خرساندوی ما من رحمت کلو من همه قبول تشبوس همه من چندین سال بس همین بعد درآمده دستور با درآمده ساده بود همین کارو در عمل بین بود. من با تشبوس پرزیدنت من 2018 من سرکار بودم، من 2019 بعد کار فهمیدم و من سپرده شد بچه من شده و که من بچه‌های قبول کرده خدا خواهد بچه‌های در روی وطن دوستی من هر طرفه روزگارش کرده با زبان‌های ازبکی، انگلیسی، روسی و هر زبان آموزانده بچه‌های کادرهای من ازبکستان ما در کار کادر کرده حیات کرده میتیم گفته وعده میتیم. خوشبختانه آرزوی مردم تا رفت طفیل سیاست انسان پرورانه سرور کشور جامعه عمل می پوشد که این را می توان در مثال مؤسسه تا مکتبی محله قلعه دید. باغچه این ده نیز در حالت خراب بود و سال گذشته از بودجه دولت نزدیک 3 میلیارد سوم مبلغ برای بنیاد انشاءات نو جدا کرده شد. در باغچه نو بنیاد تمام شرایط فراهم آورده شده است. من امروز در ما خلق محله فقرالار یغنشنده جدا کتا تانتنا تا خرسانچیلی سوز چونکه من باغچه ما چند سال بود کشوده نشده بود، من کشوده شدن باید اشتراک شدیم. من باور میکنم که من هم باغچه در برآمدگی فرزندگی ما به باری پرزیدنت ما به 70-75% اینفورماسیون همون در باغچه گرفته شده. ایها جدا متخصص نقص، انجینیر تکنیک، دکتر اگرانوها برآمده با گل میکنه که ازبکستان ما مناسب کسی خودشون خوش میکنن. من باز یک بار دیگه از نام خودم، از نام اهل اویلم، از نام بهترانو با نام ساختمان ساختگی زوکیر باشلق انجینیر تکنیک خودم و ولایت حکم و تومار حکم و منادور خودم اصرار میکنم. در مراسم به استفاده سپاری باغچه اهل ده همه پیر و جوان اشتراک نمودند. دستور کنسرتی نمایش داده شد. اهل محل تا در اید کردند، زیرا در یک محله خردکک بنیاد چنین انشاءات که قیمت 3 میلیارد سوم را تشکیل می‌دهد واقعا باعث افتخار است. در تدبیر با آنهایی که برای بنیاد باغچه سهم گذاشتند، به خصوص به ساختمانچیان و مدیره باغچه دلارام عادل و تحفه و افتخارنامه‌های مخصوص حاکمیت ناحیه تقدیم کرده شد. تفصیلات این جریان را از تلکانال‌های ولایتی و ریسپوبلیکوی نیز نمایش خواهیم داد.